سری وسایل رو گذاشتیم تو چرخ و رفتیم سمت ماشین. ماشین تمیز بود ولی با این حال یه گردگیری کردم و اینم از کفوشای خوشگل باربی صورتی. این سری رفتم سراغ صندلی عقب که خیلی راحتش کنم که اگه خواست کسی استراحت کنه راحت بتونه و همه چی گذاشتم حتی سطحش خالی. و صندوق عقبم پر کردم از وسایل ضروری. اولین چیزی که گذاشتم نوار بهداشتی بود و این کیسه هایی که بعدا میتونی نوار بهداشتی رو داخلش بذاری و قرص و چیزای دیگه. آرایش پاک کن و مسواک و یه مسواک اضافه اگه کسی خواست و صابون و دستمال مرطوب و ماسک و جا صابونی. توی جای بعدی سعی کردم چیزایی بذارم که الکترونیکیه، مثل این آینه چراغ دارم که خیلی پر کار برده و این هولدر گوشیم که اونم آینه و چراغ داره. شیکرم هم گذاشتم، یه پاور بانک یونیکورن گذاشتم، یه پاور بانک دیگه با کلی هم سیمای مختلف اگه نیاز شد. جای بعدی سعی کردم تمام لوازمی که به مو مربوط میشه رو بذارم و تمام اینایی که میبینین مسافرتیه و خیلی پر کار برده و جای خیلی کمی میگیره. آخه شاید از خودتون بپرسین خب چرا داری این کارا رو میکنی؟ دلیلش اینه که من همیشه دیر میرسم همه جا و همیشه وسایلمو جا میذارم یا حداقل استرس جا گذاشتنشو دارم. اینجوری وقتی که کلی وسیله دارم تو ماشین دیگه اون استرس رو نمیگیرم. معمولا